سلام بچه، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو جدیدی. بعد مدت ها آقا اومدیم بریم یه بازی ترسناک بازی کنیم، ببینیم آقا این بازی که عکسی الان این بازی میاد بریم اینو بازی کنیم. خیلی ها میگن این بازی واسه موبایله و به حدی ترسناک که به خودتون میرینید. واقعا ترسناک میگن و قراره برم تست کنم ببینم واقعا اونجوری که هست یا نه. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو خفن. لیتس گو. خب بریم. این چیه؟ چرا تو کوهه؟ عکساش اینجوری نبود. یه خونه اینجاست. درش کو؟ اه حاجی درش نیست. اه آقا در این پکو در نداره؟ این چیه؟ اه پشمام حاجی. ایناها باید از اینجا بریم آقا. فهمیدم اوکیه. چقدر تاریکه. من الان نمیدونم باید کجا برم آقا. فعلا همینجوری میگردم چون نمیدونم باید کجا برم. برو. اوه خب حاجی، از اینجا به بعد دیگه حال میده. دیگه اصل ماجرا شروع میشه آقا. اوکیه بریم. برو. از اینجا اومدیم بالا. اوه وای، این چی بود؟ وای حاجی داره شروع میشه. فکر کنم خیلی ترسناکه. امیدوارم همینجوری هم باشه. الان ما رفتیم لول 2. تبلیغ چی میگه؟ خب آقا از همین لحظه به بعد دیگه شروع شد بازی. اینجا میشه قایم شد. اوکی اینا چی؟ خب اینجا یک تخته. ماهی این گربه همه جا هستش بابا. این اصلا به چه درد میخوره؟ قفله که. آها باز شد. این آزم اینجا که هیچ چی نیست. خب رنگ ریخته بود رو دیوار. اینجا چیه؟ همون؟ اه. فعلا چیز خاصی ندیدیم این بازی. آها حاجی فکر کنم باید ما اینا رو تمیز کنیم. این رنگای سیاه رو باید تمیز کنیم حاجی. فکر کنم گرفتم. وای.
این چه صداییه؟ خبری نیست. اوکی. آقا این عروسک ها به چه درد میخوره؟ واقعا نمیفهمم اونا رو. وای 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 برو جون مادرت، این چیه؟ وای ریدم جون مادرت بسته شو. وای قایم نمیشه، یک جا نیست قایم شه. وای 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 واجی ریدم. وای خب الان باید من میگیره که الان کجا قایم شه؟ وای حاجی این چی میگه؟ آقا بریم ببینیم چه خبر اصلا. میاد بگیره نمیگیره. وای خیلی میترسم. دیدم اصلا. آقا اینو به چه دردی میخوره؟ برفک. وای 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 این چیه؟ اوه شاید با تمیز کنم باز. وای 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 آقا این آدمه واسه چیه؟ نمیدونم. چقدر همه چی عجیبه. قدری که میگفتن این بازی خیلی ترسناک نبود. ما که چیز خاصی ندیدیم، ولی خب اون حس عجیبش یه ذره آدمو میترسون. ولی خب در اون حدی نبود که بگم خیلی ترسناک بود. و آقا اینم از این ویدیو. امیدوارم که لذت کافی این ویدیو برده باشید. دمتون گرم که حمایت میکنید. خیلی عشقید و تا ویدیو بعدی خداحافظ.